اگه گل بخورم باید لفت بدم. مهندس هستم، خوش اومدیم به اولین ویدیو از چنل گیممون. توی این ویدیو قراره 2 بازی انجام بدیم داخل بخش آنلاین و اگه گل بخوریم باید لفت بدیم. بچه میگم این اولین ویدیو چنل منه. این ویدیو لایک کنین، چنل منو ساب کنین و دوست داشتین کامنت هم بذارین، حمایت کنین تا بهتری براتون بگیرم. پس قبل از تاتون لایک کنین، چنل منو ساب کنین و دوست داشتین کامنت هم بذارین و لیتس گو بزن ببینیم چی رو برامون میاره. ترکیبش بد نیست، خوبم نیست. ببینیم چی میشه. گل بخورم باید لفت بدم. بدیم بر باریکلا بزن. بس سری میزنم. فرصت داره. وای گله باید لفت بدم. دروازه‌مو باز کرد طرف. دیدین؟ بچه بریم دوباره بازی کنیم. بچه میگه نادیگه باید صبر کنیم. نادیگه رو صبر میکنم، ریکارد میکنم بیایم. بچه چالش اومده، این براتون انجام میدم. خیلی خوب آیدین بالا میذارم که پیام بدین داخل ریکارد تا من براتون این چالش رو انجام بدم. تشکر. بریم بچه ها این نت‌ها بچه ها ریدن. طرف نتونستم اهل کدوم کشوره. گرفتم باریکلا. خطاست. فرصت داریم. چرا این گل رو رفته بزن؟ نزد خدا شد. بابا چطوری اینا پاس میدن بازیکنای من آخه؟ چرا اینجوری پاس میدن؟ نتا هم ریدن. قبول دارین؟ نتا خیلی ریدن برعکس. خیلی نتا بدن. نگاه خارج انگار نتاش خوبه که طرف داره به من گل هم میزنه. تازه خوردم. خدایا خدا رو شکر گل نخوردم. طرف داره به من میخنده. نخند. بچه میدونم زیاد صحبت میکنم. برو. وای خاک تو سر باز کنم. یه بازی باختم، اینم به بازم دیگه اضافه برترینه برام. فرصت داره طرف. وای 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 وای. نتا چرا ریده آخه؟ نتا چرا اینقدر ریده؟ ای بابا چرا باید ریدیم؟ او رفت گل بزنه. وای تیرک زد. خدایا ممنون. تیرک زد. بیا گل خورد. لفت میدم من اصلا و لفت دادم. بچه این گفتم این اولین ویدیو منه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ازم حمایت کنین که ویدیو بیشتری براتون بذارم و تا یه ویدیو و آموزش های خفن و گیم پلی خفن داریم میگه دیگه. بدرود.